مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسات گذشته پیرامون شخصیت صدیق اکبر، پیرامون شخصیتی که افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین، پیرامون شخصیتی که بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان خلیفه و جانشین رسول الله قرار می گیرد، پیرامون سیدنا ابوبکر صدیق موضوعات مختصراً و فهرستوار اشارات داشتیم. حالا سخن از کیست؟ وقتی از صدیق اکبر گفتیم، سیدنا ابوبکر صدیق را نامش، نسبش، کنیه‌اش، خانواده‌اش، فضائلش، خلاصه اوصاف سیدنا ابوبکر صدیق، جایگاه و مقام سیدنا ابوبکر صدیق و آن ارشاداتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت به سیدنا ابوبکر صدیق گفتن بیان کردیم. امیدواریم که از زندگی سیدنا ابوبکر صدیق درس گرفته باشیم و با سیره سیدنا ابوبکر صدیق آشنا شده باشیم. حالا سخن از کسی دیگر هست. سخن از کیست؟ سخن از کسی که زندگیش صفحه درخشان و برگ زرینی از تاریخ اسلامی هست. سخن از اسوه تقوا، سخن از اسوه شهامت، سخن از اسوه عدالت،
سخن از کسی که تقوایش، شهامتش، شجاعتش، رشادتش و اخلاصش زبان زده همه شده است. سخن از کیست؟ سخن از کسی که اسوه به دعوتگران و علماست. سخن از کسی که اسوه به اندیشمندان و متفکران هست. سخن از کسی که اسوه به سیاستمداران و رهبران و فرماندهان مسلمانان هست. این کیست؟ سخن از کسی که عدالتش به دوست و دشمن نمایان شده است. سخن از شخصیتی که بعد از انبیاء علیهم السلام به درجه دوم نائل می شود. وقتی گفتیم سیدنا ابوبکر صدیق افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین هست، سخن از کسی هست که مقام دوم را کسب می کند بعد از انبیا و بعد از پیامبران و بعد از رسولان. این کیست؟ سخن از شخصیتی که شیطان از صدای پایش می ترسد و می لرزد. سخن از کسی که به کوچه‌ای که سخن از شخصیتی که با اون کوچه عبور می کرد، از آن کوچه دیگر شیطان رفتن نداشت. سخن از کسی که به کوچه‌ای که او می رفت شیطان جرأت نمی کرد که به او کوچه روان شود. این کیست؟ سخن از شخصیتی که چندین آیه به تأیید قولش نازل می شود. سخن از شخصیتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن حق بر زبان و قلبش جاری است. این کیست؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند حق بر زبان و قلبش جاری شده. سخن از کسی که به اولین مرحله لقب امیر المؤمنین را می گیرد. خواهر و برادر مسلمان، این کیست؟ این کیست که به اولین مرحله لقب امیر المؤمنین را کسب می کند، از آن خود می گرداند؟ سخن از شخصیتی که دین به وسیله او عزتمند می شود. سخن از کسی که همه به وسیله دین عزت پیدا می کنند و دین به وسیله او عزیز می شود. سخن از کسی که اکثر فتوحات اسلامی خصوصا روم و ایران در زمان خلافتش فتح می شود. این کیست؟ آیا لحظه فکر کردید که کیست که اکثر فتوحات در زمان خلافتش، در زمان حکمتش، در زمانی که رهبری جامعه را به دوش داره، اکثر فتوحات اسلامی خصوصا دو ابرقدرت جهان، دو امپراتور بزرگ که روم و فارس بود،
به زمان خلافتش فتح می شود. سخن از کسی که شیاطین جنی و انسی از هیبتش، حتی از هیبت نامش می ترسیدند و می لرزیدند و امروز می ترسند و می لرزند و تا به قیام قیامت نامش را منافقین شنیده نمی توانند. این کیست؟ این کیست که خداوند این همه ابهت، این همه شأن و شوکت، این همه شجاعت و رشادت را خداوند برایش داده؟ کیست؟ سخن از شخصیتی که جایگاهش را رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در بهشت می‌بینند. این کیست که رسول خدا در شب معراج در بهشت قصرش را می‌بینند؟ کیست؟ و جایگاهش را معرفی می‌کنند. سخن از کسی که الله تعالی از او اظهار رضایت کرده است. سخن از کسی که این مدال را گرفته، رضی الله عنه و رضوا عنه، این بزرگترین مدال را گرفته. سخن از کسی که دخترش به آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد. سخن از کسی که دخترش مادر مؤمنان می شود، جزء ازواج مطهرات قرار میگیرد. الله اکبر. سخن از کیست؟ سخن از کسی که داماد علی ابن ابی طالب می شود، داماد خیر النساء اهل الجنه قرار می گیرد، داماد فاطمه الزهرا می شود. کیست؟ سخن از کسی است، از شخصیت است که داماد علی مرتضی و فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین می شود. سخن از کیست؟ سخن از شخصیتی که بی‌رغبتی کامل نسبت به دنیا داشت. سخن از کسی که همه هواها و هوسهای دنیا را پشت پا زده بود و هم و غمش دیگران بودن و متوجه آخرت بود. سخن از کسی که چنان از خشیت الهی گریه می کرد که آثار اشک در رخسارش نمایان شده بود. هر انسان متوجه می شد که شب تا صبح این چشمها گریه می کند از ترس الهی. سخن از کسی که با آن همه شجاعت، با همه رشادت، با همه غیرت متواضع و فروتن و بردبار بود. این کیست که شجاعتش، غیرتش در کنار همه شجاعتها، همه رشادتها، همه غیرتها، اما متواضع و فروتن و بردبار بود؟ این کیست؟ سخن از کسی که اکثریت شب را از ترس خدا گریه می کرد.
سخن از کسی که فاتح قدس، فاتح بیت المقدس هست. سخن از کسی که از هیبتش ابرقدرت‌های جهان به خود میپیچیدن و میلرزیدن و میترسیدن. سخن از کسی که شاهان روم و ایران را از هیبتش خواب نمی برد. سخن از کسی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کسی که بر رتبه دوم از خلفاء الراشدین قرار میگیرد. سخن از کسی است که رسول معظم اسلام میفرمایند اگر بعد از من دیگر پیامبری می آمد قطعاً او پیامبر خواهد بود. چقدر مژده، چقدر عظمت و جایگاه سخن از کیست؟ سخن از کسی که در دنیا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیست، در عالم برزخ در کنار پیامبر خوابید. سخن از کسی است که در حشر در کنار پیامبر حشر می شود. سخن از کسی است که در جنت الفردوس در کنار پیامبر زندگی می کند. این کیست؟ این کیست؟ بعد از یک میان برنامه با شما خواهیم گفت که این شخصیت و این ابرمرد و این شخصیتی که دنیای اسلام یک طرف، حتی غیر مسلمان ها به عدالتش کتاب نوشتن، بعد از یک میان برنامه ان شاء الله نام مبارک و زیبایش را بیان می کنم. با ما باشید. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. مجددا خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سخن از اسوه تقوا، اسوه شجاعت، اسوه عدالت، اسوه رشادت، اسوه برای دعوتگران، اسوه به سیاستمداران و رهبران و فرماندهان. سخن از این شخصیت بود. این شخصیت کیست؟ میدانی کیست؟ والله قسم، والله قسم، هنگامی که محبانش نامش را میشنوند، از شوق فرحت و خوشحالی شاید فریاد بزنن، و هنگامی که
دشمنانش نامش را بشنوند غمگین و پریشان می شوند، با خود می لرزند. کیست؟ این کیست که رسول معظم اسلام فرمودن اگر بعد از من دیگر پیامبری می آمد قطعا او خواهد بود؟ کیست؟ این سیدنا مولانا حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. عمر بن الخطاب هست رضی الله عنه. عمری که بعداً میخوانیم زندگیش را، فضائلش را، اون ایمان قویش را، بعداً خواهید دانست زهد و تقوا و پرهیزگاریش را. چه خوب است قبل از همه نام و نسب و کنیه و اینها را باید بدانیم. عمر کیست؟ دارای چگونه صفات است؟ خانوادهش، همسرانش، فرزندانش، اینها را باید بدانیم. تو جوان مسلمانی که حضرت عمر را از جان خود بیشتر دوست دارید، تو خواهر مسلمانی که عشق خاص، محبت خاص به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و خلفای الراشدین به همه صحابه دارید، باید این الگوهای هدایت را که اینها الگوین، دین از اینها به ما رسیده، باید اینها را بشناسید. نام مبارک عمر، نام مبارک عمر هست رضی الله عنه. عمر ابن الخطاب یعنی عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن الرياح ابن عبد الله ابن فرط ابن زراح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القريشي العدوي. این نام مبارک، نسب مبارک، نسب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، نسب حضرت عمر رضي الله تعالى عنه به كعب ابن لؤي با نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا می شود. چی شرفی، چی بزرگی، چی نعمتی. کعب ابن لؤی از اجداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر زمانی که نسبش به کعب ابن لؤی میرسه با نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا می شود. از اشراف هست، از بزرگان هست، بهترین نسب دارد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. کنیه سیدنا عمر رضی الله عنه ابو حفص، لقبش فاروق هست. از تولد سیدنا عمر رضی الله عنه که اشاره کنیم، وقت نامشان را دانستیم، نسبشان را دانستیم، کنیه و لقبش را دانستیم، تولد سیدنا عمر رضی الله تعالی
سیدنا عمر رضی الله عنه 3 سال پس از عام الفیل چشم به دنیا گشودن، یعنی سال 570 یا بعضی تواریخ 71 سال عام که مسما به سال فیل هست، عام الفیل که تکرار سال با عام نیاید، در پس از عام الفیل 3 سال بعد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به دنیا تشریف می آورند. ویژگی های جسمی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، یعنی صفات جسمی خلقی که باز بعداً به صفات خلقی اشاره شود، صفات خلقی یا صفات جسمانی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. سیدنا عمر رضی الله عنه چهره سرخ و سفید داشتند. در سیره مبارک می نویسد که سرخی چهرهشان نسبت به سفیدی بیشتر بود. بینی و چشم زیبایی داشتند. کف دستها و قدمهایشان پهن و درشت بود. سیدنا عمر رضی الله عنه قد بلند و تنومند و قوی و شجاع داشتند. قدشان بلند بود، قوی بودن، تنومند بودن، شجاع بودن و موهای خود را سیدنا عمر رضی الله عنه با حنا رنگ می کردن و همچنین تند راه می رفتن. وقتی که راه می رفتن تند راه می رفتن. وقتی سخن می گفتن بلند سخن می گفتن. حتی در سیره سیدنا عمر رضی الله عنه می نویسد که هنگامی که اگر کسی را کتک میزد سیدنا عمر رضی الله عنه، کتک زدن سیدنا عمر درد آور بود، چون قوی بودن و تنومند بودن و با او رشادت و با او قوتی که الله سبحانه و تعالی در وجود سیدنا عمر گذاشته بود، یقینا که اگر کسی را کتک میزدن آن کتک زدن درد آور بود. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون ویژگی های جسمی یا خلقی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که من و شما باید بدانیم، ما بزرگان دین را باید بشناسیم، کسانی که امت اسلامی به این شخصیت ها افتخار میکنه. باید که نامشان، نسبشان، باید کنیهشان، باید لقبشان، باید به فرزندان خود باید ما بفهمانیم. وقتی این برنامه ها پخش می شود، برنامه های الگوهای هدایت و سایر برنامه های دینی که از این شبکه زیبا پخش می شود، باید توصیه داشته باشیم برای فرزندان خود که بیننده این برنامه ها باشند. پس وقتی که ما اگر سیدنا عمر رضی الله عنه را نشناسیم، اوصاف جسمی سیدنا عمر را ندانیم، نامشان ندانیم که زیباترین نسب و اون نسبی که با نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا شود از زیباترین نسب هاست. وقتی ما اگر اینها را ندانیم، نفهمیم، دشمنان اسلام از هر طرف شروع میکنن به یاوه‌گویی و بالاخره یاوه‌سرایی و حرفهای پوچ و بیهوده خود را برای اطفال ما، برای نوجوانان ما، بالاخره آنها
ترزیق خواهند کرد. پس بناهن ما باید بشناسیم. وقتی تو برادر و خواهر میگی من اصحاب رسول الله را دوست دارم، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را دوست دارم، باید با اینها آشنا بشوید. بناهن انشاءالله به برنامه بعدی پیرامون خانواده سیدنا عمر رضی الله عنه که به چی تعداد همسر داشتن، به چی تعداد اولاد داشتن، ارتباط به خانواده سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به برنامه بعدی انشاءالله به اذن الله اشاره خواهد شد. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي